میخوایم بریم سراغ سرزمین آفتاب، بونسای، سامورایی ها و سوشی که هر سال میلیون ها توریست رو جذب میکنه. با کل دنیا هم داد و ستد داره. اما حدود 2 قرن پیش ژاپن نه تنها قدرت جهانی و موثری نبود، بلکه به شدت منزوی بود. حتی ورود یا خروج از کشور میتونست حکم اعدام داشته باشه. میخوایم درباره کشوری بگیم که از زیر خاکستر جنگ جهانی بلند شد. بریم ببینیم ژاپن چی بود، چه مسیری رو طی کرد و چطوری این ژاپنی شد که امروز میشناسیمش. سلام دوستان، به تایمکست خوش اومدین. مثل همیشه اول یه نگاهی به جغرافیای ژاپن بندازیم و بعد بریم سراغ تاریخش. ژاپن شرق آسیاست و توی اقیانوس آرام. یه کشور نسبتاً باریکه که از شمال تا جنوب کشیده شده. واسه همینم 4 فصله. بالای 14,000 تا جزیره ژاپن رو به وجود آوردن. اما اصل کاری‌ها به ترتیب این 4 تا جزیره هستن. بیشتر مردم ژاپن روی همین جزیره‌های اصلی زندگی می‌کنن. کل مساحت ژاپن حدود 378,000 کیلومتر مربعه. یعنی تقریباً اندازه آلمانه یا 1/4 ایران. ولی با همین مساحت حدود 125 میلیون نفر اونجا زندگی می‌کنن. بیشتر جمعیت توی شهرهای کنار دریا جمع شدن، چون اکثر مناطق کشور کوهستانی و جنگلیه. حدود 70% ژاپن کوهه. به خاطر همینه که زمین برای کشاورزی و مراتع برای دامداری توی ژاپن کمه. شاید واسه همینه که غذاهای اصلی ژاپن بیشتر برنج و چیزای دریاییه، چون اینا همیشه توی طول تاریخ در دسترس بودن. حالا که فهمیدیم ژاپن کجاست و چه شکلیه، بریم سراغ تاریخش. سرزمین ژاپن از حدود 40,000 سال پیش با ورود اولین مهاجرا از قاره آسیا به اونجا سکونتگاه انسان‌ها بوده. این ساکنای اولیه کم کم یاد گرفتن چطور سفال درست کنن و با فلز کار کنن. اما حدود 300 سال پیش از میلاد مسیح یه موج مهاجرت از مردمی با عنوان یایوی به ژاپن میان. کتاب اسلحه میکروب فولاد میگه که این مهاجرها از شبه جزیره کره بودن و الان جزء اصلی ترکیب ژنتیکی مردم مدرن ژاپن هستن. اونا مهارت‌هایی مثل کشاورزی رو گسترش میدن که باعث بزرگتر شدن قبیله‌ها و نهایتاً شکلگیری اولین پادشاهی‌ها میشن. ژاپن سرزمینیه که تاریخش بین مرز باریکی از اسطوره و واقعیت حرکت کرده. مثلا توی متون قدیمی ژاپن مثل کوجیکی و نیهونشوکی میگن امپراتور جمو پسر خورشیده و تو سال 660 قبل از میلاد اولین امپراتور ژاپن شده. هنوز هم مردم ژاپن روز تأسیس کشورشون رو بر پایه همین افسانه جشن میگیرن. ولی تاریخ نگاری مدرن چیز دیگه‌ای میگه. طبق شواهد تاریخی اولین حکومت واقعی و متمرکز توی ژاپن تو قرن 3 میلادی با خاندان یاماتو شکل گرفته. یعنی چیزی حدود 900 سال بعد از اون افسانه جمو. توی اون دوران کشورهایی مثل چین و کره خیلی روی ژاپن تأثیر میذارن. اونا بودیسم، خط چینی و حتی مدل حکومتداریشون رو به ژاپن میارن. سال 645 میلادی با الگوگیری از حکومت چین اصلاحاتی معروف به تایکا انجام میشه. بر اساس این اصلاحات همه زمین‌های رسمی مال امپراتور میشن و مردم برای استفاده از زمین باید به دولت مالیات میدادن. اما با گذشت تقریباً 2 قرن این سیستم ضعیف میشه و خیلی از زمین‌ها با عنوان زمین‌های معاف از مالیات افتادن دست خانواده‌های اشرافی و معابد. اونا برای محافظت از زمین‌هاشون نگهبان و جنگجو لازم داشتن و اینجوری بود که سامورایی‌ها به وجود اومدن و قدرت گرفتن. سامورایی‌ها شمشیر به دست گرفتن تا از اربابان و زمین‌هاشون محافظت کنن. هرچی جلوتر میریم قدرت این زمیندارها و سامورایی‌هاشون بیشتر و بیشتر میشه و امپراتور کم کم فقط اسمش باقی میمونه، تا اینکه حدود سال 1200 میلادی دورانی شروع میشه به اسم شوگون سالاری. امپراتور هنوز وجود داشت ولی بیشتر یه مقام نمادین بود. قدرت اصلی دست یه نفر بود به اسم شوگون یا شوگان. شوگون فرمانده ارتش بود ولی قدرت سیاسی رو هم در اختیار گرفته بود. یه جورایی دیکتاتوری نظامی بود. با اینکه در ظاهر امپراتور شوگون رو منصوب میکرد ولی عملاً
شوگون شدن موروثی بود. توی 7 قرن شوگون سالاری چند خاندان از شوگون‌ها قدرت رو در اختیار داشتن. آخرین و معروفترین خاندان شوگون‌ها خاندان توکوگاوا بود که 250 سال قدرت رو در اختیار داشت. اگه اهل فیلم و سریال باشین، مینی سریال پرطرفدار شوگون و فیلم سایلنس مارتین اسکورسیزی مربوط به همین دوران میشه. اما حالا که با ساختار قدرت ژاپن آشنا شدیم، بریم ببینیم کلاً رابطه ژاپن با خارجی ها چطور بوده و نهایتاً چطور با خارجی ها تو طول تاریخ کنار اومدن. ژاپن چون یک کشور جزیره‌ایه، تجارتشون بیشتر با چین و کره و جنگ‌هاشون هم اکثراً محدود به داخل جزیره و بین خودشون بوده. تا قبل از جنگ جهانی دوم تقریباً هیچ کشوری نتونسته بود ژاپن رو تسخیر کنه. حتی مغول‌ها هم شکست خوردن. اما سال 1543 یک گروه تاجر پرتغالی به ژاپن پا میذارن. رابطه تجاری و فرهنگی مستقیم بین ژاپن و غرب از اینجا شروع میشه. اروپایی‌ها توی این دوره از تاریخ شروع به تجارت با کشورهای فرادریایی و تبلیغ مسیحیت تو اون کشورها کرده بودن و این موضوع آروم آروم زمینه استعمار کشورها رو براشون فراهم کرد که توی یه ویدیو دیگه بهش پرداختیم. توی این دوران تفنگ، کشتیسازی غربی و مسیحیت وارد ژاپن میشه. تو اون زمان ژاپن درگیر جنگ‌های داخلی بین خاندان‌های قدرتمند بود. پس طبیعی بود که از تفنگ‌های غربی استقبال کنن. اما نهایتاً خاندان توکوگاوا میتونه نظم و آرامش رو به کشور برگردونه و دوره شوگون سالاری این خاندان توی ژاپن شروع میشه. اما چون از نفوذ خارجی‌ها و مخصوصاً مسیحیت میترسیدن، سیاست انزوا یا همون ساکوکو رو اجرا میکنن. خلاصه اینکه ورود و خروج از کشور ممنوع میشه و هر کسی سرپیچی میکرد مجازاتش مرگ بود. ژاپن حدود 220 سال کاملا منزوی موند. فقط با چند تا کشور مثل هلند، چین و کره، اونم خیلی محدود و از طریق 2-3 تا بندر تجارت میکردن. توی این دوره انزوا فرهنگ ژاپن هم شکوفا میشه. تئاترهای کابوکی، مراسم چای ژاپنی و باغ‌های ژاپنی پر رونق‌تر و اقتصاد ژاپن هم نسبتاً خودکفا میشه. و این انزوا کمک میکنه که ژاپن هیچ وقت مستعمره هیچ کدوم از قدرت‌های اروپایی نشه. ولی از اون طرف این انزوا باعث شد که ژاپن از پیشرفت‌های علمی و صنعتی دنیای بیرون هم عقب بمونه تا اینکه بالاخره یه روزی رسید که درهای ژاپن باید باز می‌شدن. توی قرن 19 سال 1853 بود. وسط این دنیای بسته و آروم ژاپنی‌ها 4 تا کشتی جنگی آمریکایی به رهبری کاپیتان متیو پری وارد آب‌های ژاپن میشن. برای ژاپنی‌ها این کشتی‌ها مثل هیولا بودن، پر از دود و آتش و توپ‌های ترسناک. ناخدا یه پیام روشن داشت: یا با ما تجارت کنین یا منتظر دردسر باشین. به عبارت دیگه یا در رو باز کنین یا میشکنیمش. نامه رئیس جمهور آمریکا رو دادن دست ژاپنی‌ها و رفتن. ژاپنی‌ها از تجربه مشابه 10-15 سال پیش چین و جنگ تریاک درس گرفته بودن که داستانش رو توی ویدیو تاریخ چین مفصل‌تر گفتیم. بگذریم 1 سال بعد آمریکایی‌ها با کشتی‌های بیشتر و ناوگان قوی‌تر برای گرفتن جواب نامه‌شون برگشتن. ژاپنی‌ها تصمیم گرفتن با آمریکا کنار بیان و اولین معاهده رو امضا کردند. 2 تا بندر ژاپن به روی کشتی‌های آمریکایی باز شد. اما این تازه اول ماجرا بود. 4 سال بعد ژاپن وادار میشه 4 تا بندر دیگر رو برای آمریکایی‌ها باز کنه. مردم ژاپن از این موضوع ناراضی بودن. امپراتور مخالف این توافقات بود، ولی شوگون از ترس قدرت نظامی غربی‌ها هی معاهده‌های جدیدتر می‌بست. معاهده‌های مشابه با هلند، روسیه، بریتانیا و فرانسه. نارضایتی عمومی باعث شد که 2 تا خاندان قدرتمند ژاپنی چوشو و ساتسوما با هم متحد شدند تا شوگون رو کنار بزنن و قدرت رو دوباره بعد از 700 سال بدن به امپراتور. به امپراتور 16 ساله ژاپن، یعنی امپراتور میجی. این اتفاق پایان دوران شوگون سالاری و شروع دوران معروف به دوره میجی بود. با اینکه امپراتور قبلا مخالف رابطه با غربی ها بود،
ولی تهدیدهای بیشمار غربی‌ها باعث شد که تصمیمش رو تغییر بده. نخبگان اطرافش کلی ایده داشتن و کمکش کردن تا تغییرات بزرگی توی ژاپن شروع بشه. سال 1868 امپراتور میجی دست به کار شد و اهدافش رو با سوگند 5 اصل اعلام کرد و با مدرن سازی و کلی تغییر بزرگ توی ژاپن موافقت کرد. قانون سربازی اجباری شد. سامورایی ها بازنشست شدن و ارتش مدرن با الگوبرداری از بریتانیا، آلمان و آمریکا ساخته شد. قطار، کارخونه، مدرسه، قانون اساسی و خیلی چیزای دیگه پایه‌گذاری شدن. نظام فئودالی و امتیازهاشون لغو شد و کشور به استانهایی با حکومت مرکزی تقسیم شد. پایتخت هم از کیوتو به ادو منتقل شد و اسمش شد توکیو، یعنی پایتخت شرقی. توی مدت زمان خیلی کوتاهی ژاپن از یک کشور کشاورزی و سنتی تبدیل شد به یک کشور صنعتی و مدرن. وقتی امپراتور میجی اصلاحاتش رو شروع کرد، کمتر کسی فکر میکرد ژاپن اینقدر سریع پیشرفت کنه، اما فقط حدود 20 سال طول کشید تا ارتش ژاپن به مدرن ترین ارتش آسیا تبدیل بشه. حالا دیگه ژاپنی ها فقط به دنبال پیشرفت داخلی نبودن. با نگاه به قدرت‌های استعماری کم کم به فکر گسترش مرزهاشون هم افتاده بودن. اولش رفتن سراغ جزیره‌های شمالی و جنوبی خودشون، ولی جاه طلبی هاشون به اینجا ختم نشد. سال 1894 ژاپن وارد یه جنگ با چین شد و توی اون جنگ پیروز میشه. نتیجه چی شد؟ تایوان شد اولین مستعمره رسمی ژاپن. چند سال بعد یه جنگ مهمتر با روسیه اتفاق افتاد. جنگ ژاپن و روسیه یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخه. ژاپن تونست روسیه تزاری رو شکست بده. این اولین بار بود که یک کشور آسیایی توی دوران مدرن یک قدرت اروپایی رو تو جنگ شکست میداد. این پیروزی نه تنها برای ژاپن بلکه برای خیلی از کشورهای آسیایی مثل چین هم الهام بخش میشه. کشورهایی که سالها بود فقط شکست و تحقیر رو از غربی‌ها دیده بودن. چند سال بعد از اون ژاپن شبه جزیره کره رو هم به خاک خودش ضمیمه میکنه. سال 1914 جنگ جهانی اول شروع میشه. ژاپنی ها این رو یه فرصت میدیدن. در کنار متحدای غربی مثل بریتانیا وارد جنگ شدن تا بتونن مستعمره های آلمان رو توی چین و اقیانوس آرام تصرف کنن. همه اینها باعث شد قدرت ژاپن سال به سال بیشتر و بیشتر بشه. اما این افزایش قدرت آروم آروم تبدیل شد به جاه طلبی خطرناکی که انگار تمومی نداشت. تو سال 1931 ژاپن به منچوری توی شمال چین حمله کرد و اونجا رو اشغال کرد. 5-6 سال بعدش تو سال 1937 جنگ دوم بین چین و ژاپن شروع شد. بعضی از مورخا این جنگ رو شروع جنگ جهانی دوم میدونن. اما با شروع رسمی جنگ جهانی دوم تو سال 1939 ژاپن با آلمان و ایتالیا یه اتحاد نظامی تشکیل میده و عملاً با این اتحاد کنار نازی‌های آلمان میسته. آمریکا با سیاست‌های تجاوزکارانه ژاپن مخالف بود. برای همین شروع کرد به تحریم‌های اقتصادی ژاپن. مثلا صادرات نفت و فولاد رو براشون ممنوع کرد. ژاپن که برای ادامه جنگ نیاز به منابعی مثل فولاد و نفت داشت، تصمیم گرفت برای تأمین نیازهاش مستعمره‌های فرانسه و بریتانیا توی جنوب شرق آسیا رو تصرف کنه. اما این در حالی بود که هنوز آمریکا وارد جنگ جهانی دوم نشده بود. ژاپنی‌ها برای پیشدستی و غافلگیر کردن آمریکا یه تصمیم بزرگ میگیرن. حمله به پایگاه دریایی آمریکا توی پرل هاربر. این حمله آمریکا رو وارد جنگ جهانی دوم کرد. ورود یک قدرت بزرگ که بازی جنگ و البته سرنوشت ژاپن رو تغییر داد. سال 1945 آخرین سال جنگ جهانی دوم، آمریکا برای پایان دادن به جنگ 2 بمب اتمی روی شهرهای هیروشیما و ناگازاکی میندازه. نتیجه صدها هزار نفر کشته شدن و ژاپن تسلیم شد. کشوری که زمانی رویای یه امپراتوری بزرگ رو داشت، حالا زیر خاکستر جنگ دفن شده بود. شهرهاش ویران شده بود و مردمش گرسنه و ناامید بودن. آمریکا و متحداش تا سال 1952 یعنی 7 سال بعد از پایان جنگ ژاپن رو اشغال نگه می‌دارن.
اما ژاپنی‌ها عزم و اراده‌ای داشتن که ظاهراً هیچ بمبی نمیتونست نابودش کنه. اونا تصمیم گرفتن دوباره بلند شن و کشورشون رو از نو بسازن. قانون اساسی جدیدی نوشته میشه که توش نقش امپراتور سمبولیک میشه و نقش مردم پررنگ‌تر میشه. وقتی همه توی دنیا فکر میکردن ژاپن بعد از جنگ جهانی دیگه تموم شده، مهندسا و کارگرای این کشور توی کارگاه‌ها و کارخونه‌های کوچیک توکیو شروع به ساخت محصولات با کیفیتی کردن که زبون زد دنیا شد. از طرف دیگه آمریکا و شوروی بعد از جنگ جهانی دوم وارد جنگ سرد شده بودند و هر کدوم سعی می‌کردن جبهه و کشورهای طرف خودشون رو تقویت کنن. آمریکا نگران این بود که یه جمعیت ژاپنی ناراضی و فقیر به کمونیسم و شوروی رو بیارن و با این موضوع کنترل شوروی توی اقیانوس آرام تضمین بشه. با این توضیح ژاپن هم توی جبهه آمریکا و غرب قرار گرفت و شامل کمک‌های مالی و تکنولوژیک آمریکا و غرب شد. اما ژاپنی‌ها هم روحیه جالبی از خودشون نشون دادن. با اینکه بمب‌های آمریکایی شهرهاشون رو ویران کرده بود، دست کمک آمریکایی‌ها رو رد نکردن. کمتر از 20 سال بعد از جنگ، وقتی توکیو میزبان المپیک شد، همه دنیا دیدن که ژاپنی‌ها معجزه کردن. جایی که قبلا پر از آوار بود، حالا تبدیل شده بود به شهرهای مدرن با بزرگراه‌ها و ایستگاه‌های قطار و کلی آسمون خراش. بعد گذشت چند دهه، ژاپن با پشتکار عجیب مردمش به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شد. برندهایی مثل تویوتا، سونی، نینتندو نماد کیفیت و نوآوری شدند و دنیا رو تسخیر کردند. کشوری که زیر آوار جنگ و بمب اتم دفن شده بود، بدون اینکه دنبال انتقام یا نفرت باشه، تصمیم گرفت با کار، امید و آینده نگری دوباره بلند بشه. امروز وقتی به خیابون‌های شلوغ و پرنور توکیو نگاه کنیم یا قطارهای سری و سیر ژاپنی رو ببینیم که با دقت ثانیه حرکت می‌کنن، در واقع داستان آدمایی رو می‌بینیم که یاد گرفتن چطوری از دل شکست پیروزی بسازن. ممنون که تا اینجا همراه بودین. اگه این ویدیو براتون جالب بود، نظرتون رو حتما برامون کامنت کنین و برای دیدن ویدیوهای بعدی هم حتما همراهمون بمونید.